أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرای اسلامی مؤمنین خدا، همتون به خانه خدا خوش آمده. خداوند ما و شما را برای راست هدایت کنه. خب این تمام شدن روز عرفه، در آمدن جمعه مبارک و در آمدن دهم ذوالحجه و آمدن عید قربان نزدیک شده ایستاده، به همتون مبارک شود. پروردگار از آفت و بلاها ما و شما را نگهبان شود. همه این نعمت های، این نعمت ها را شکر کردن در کار. 4 چیز نعمت های دست آدم دور میکنه، آدم قدر نعمت در نمیرسه. یکم ظلم های. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که 4 چیز نعمت از بین میبره، آرامی را از بین میبره. همه نعمت آدم های دستش میتیه. یکم ظلم های. ما خیال میکنیم که همین ظلم تیاغ زدن و قمچین زدن یک از غم دادن های. نه، همین زنی خودم ظلم کردی نعمت خدا های دست میگیره. همین کودکی خودم ظلم کردی خدا نعمت های دست میگیره. همون چارپای خودت ظلم کردی همون را خدا های دست میگیره. اینقدر گمان نکنیم که ظلم فقط یک آدم قمچین زدن یا گوشه کشن یا محبس کنن یا غم ده. نه، این نیست. فرق نداره. همین زنی خودت ظلم کنی قسم به خدا جزاش میبینی. کودکی خودت ظلم کردی جزاش میبینی. این نعمت ها را شکر کردن در کار. یگانه چیزی که آدم به نعمت نمیرسونده، آدم شکر نمیکرده، این ظلم بوده. ظلم نعمت از بین میبره، آرامی را از بین میبره، برکت از بین میبره، رزق از بین میبره، عمر از بین میبره. آدم چیزی از فایده داره دست میتیه، روی ظلم میتیه. باید ما کوشش کنیم ظالم نشویم. یک انسان نمازش میخونه، روزش میگیره، حجش میکنه، آدمی نغزنه که ظالمه. ظالمه در حق فرزندش، ظالمه در حق زنش، ظالمی میکنه. این آدمو نعمت های دست میتیه. دومین چیزی که نعمت از بین دور میکرده خیر نکردن بوده. برادرها، آدمی دسترخوان کشاد، آدمی خیر کننده همیشه نعمتش فراوانه. این ماه ذوالحجه و دهه که ما نزدیک شدیم که او را مقصد فقط عید قربان میگن، این اصلا ماه خیره، روز خیره. فقط اما قربانی را اصلا قربانی را خیر میکنن، برای که برایم کم بیزاعت و بیچاره و همسایه فقیر همیاد خیر میکنی. اساسش همیه. کسی اگر دست خیر نمی داشته خداوند نعمت ایوه میگرفته. حضرت ابراهیم ببینین، این عید ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم به مهمان نان نمیخوردیان، به مهمان نان نمیخوردیان. قرآن حکایت میکنه، قرآن حکایت میکنه. چرا حکایت میکنه؟ به یاد بیار مهمانداری ابراهیم. بابامونه، پدرمونه 10,000 سال پیش این صحنه را جشن گرفته. از جنت خداوند گوسفندش داده، به عوض حضرت اسماعیل همو را کشته، در راه خدا همو روز احسان کرده. برای مهنت میکنیم، کار میکنیم، هممون عذاب میکشیم. بو به خیر هم نباشه، به دسترخوان هم نباشه، به یک کاسه شوربا نباشه، باور کن به این هم نشوه. آدم همو خیر پروردگار ایمو دور میکنه. با آخه ما یهودی و ما دیگر چی نیستیم که جمع کنیم ما نمیره. ما این نیستیم، ما مسلمانیم. آخه دهه عید قربان دهه خرسندی بود. یا آدم فقیر کمبغل خرسند کنه، پناهی خرسندش کنه، پناهی تیندگی کنه، هم خرسند شوه، هم لباس تازه درسه. از همه یکم زن و فرزنداتون لباس تازه گرده اید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن یکم ظلم، دویم هر کسی که دست خیر نداره خدا نعمت از اون میگرفته. سوم چی بوده؟ ناشکری. ناشکری نعمت دور میکرده. این نعمت ها را شکر کردن در کار. روشنی را، آرامی را، آسودگی را، تازگی را، شکم سیر را، بدن پوشیده را. باور کنه همین نعمتی که خدا ما دعازی دادگه در یگان سالی نبود. در زمانهای پیش، همین 50 سال 60 سال پیش کلانو رو پرسه، در زمان شوروی لباس کفته میگشتن که کجا یوبیم، متریال کفته میگشتن بیچاره، واسه همه جا پر شده. ای همین درونی تلفن و زکات میگن در درد میشفن میتن دست ده.
شکر کردن در کاری نعمت را. خدا داده همه ای را. این همش ای خدای. برای همین این مسجد و این نماز و فردا ما هم نماز میخونیم عید، هم نماز میخونیم جمعه. شکر کنیم برادران، شکر زبانی زیاد کنیم، دستا رو برداشته دعا کنیم. این نعمت ها رو از بین نمیبره شکر. برای همین شکر که پروردگار ما را به این عید قربان رسون، به عید جمعه رسون، فردا هر دوش میگذرونیم. پروردگار از خدا میخوایم که قبولش کنه، برای ما اجر تیه. خلیل الله ناگه دیده در خواب. حضرت ابراهیم خواب میبینه اکنون، همین شب و روزا حضرت ابراهیم خواب میبینه. خلیل الله ناگه دیده در خواب، به قربانی ولد شد امری وهاب. ابراهیم خیز فرزند قربانی که یکی فرزند بودش نوری دیده، زیتاری رشته جان برگزیده. فرزند داشت در خط 90 سالگیش بچه دار میشه اسماعیل. ای همه رشته جانش خداوند گرفته بود. چه فرزند ای جان میشه واقعی. فرزند ای جان یادم ای از همین جانش خداوند اسماعیل گرفته بود. رنگ نوری چشم زیبا بود. روخش گلبرگی توتی در تکلم، لبش چون غنچه میلان تبسم. دو گیسو در خرامش چتری سنبول، به گلزاری خلیل الله بلبل. هم خشرو بود اسماعیل. حضرت اسماعیل بیاد زیبا بود اگر همین خشرو بود اگر که جناب پیغمبر رنگ باباشون حضرت اسماعیل بود اگر. یگان پیغمبر در زیبایی نه یوسف و رسول الله برابر نمیشه. پیغمبر خدا را با پروردگار نقاب داده بچه که پیغمبر چشم حسد نبینه. رسول الله بسیار خوشرو بودن. حضرت اسماعیل میگه انا میخواد زیبایی بود. در بستان خلیل الرحمن یک بلبل باری بود. میگه بگو ازید که قربان کن ولد را، زی مهری او بکن فارغ کبد را. به یک دل مهری دو هرگز نغنجد، برای امتحان دلدار سنجد. خدا امر کرد که ابراهیم اکنون گفت اینی ارا فی منامی، بچم در خوابم دیدم انی اذبحک باید تر قربانی کنم. چی گفتنی؟ حضرت اسماعیل که فرزندی بردبار بدن گفتن پدر جان امری خدا باشد در حال کن، خفا نبیا، انشاءالله در این امتحان تو مرا بنده شکرگزار میابی. در یک دل دو مهر نمیغنجیده یکنن، خدا امتحان میکنه. خلیل الله شده از خواب بیدار، بشد قایم به امر ذات جبار. به فوق امر حق شد سوی خانه، به جان و دل بفرمانی یگانه. به سوی اهل خود هاجر بفرمود، سروگ سوی اسماعیل بشو زود. بزن شانه به زلفی عنبرینش، بشو نیکو دروی نازنینش. بچه من خوشرو کن، گفته که زیبا کن، او را بسیار آماده کنه که ما یک جا میریم قطیش. شدی فارغ زبافی جعد و گیسو، ببوشانش لباسی رنگ و نیکو. بده غسل کند تازه وضو را، به نزدی دوست خواهم برد او را. خوشرو دوخیای خوشروز بچه ما بهترین لباس های اسماعیل پوشان، ما ایره نزد یک دوستمان مهمانی میبریم. بی بی هاجر ز شوهر یافت فرمان، بشد مشغول خدمت از دل و جان. چو آینه به صیقلهاش پرداخت، چنان که غنچه خود را چمن ساخت. حضرت مادرمان فرمان گرفت رنگ گلدسته کرد. میگه اسماعیل چو ابراهیم به قربانی فرزند،
گرفت الماسی تیز بستنی بند ز مکه جانبی مینا روان شد ز پی فرزندی شیرینش دوان شد. اگر شما دیدگی باشه ای مکه به مینا خیلی فرسخ کوههای کلونه همین گرفت میگه و در آستینش بنده بجا کر حضرت الماسی تیز گرفته به سوی مینا. اکنون این صبح بعد ادای بامداد حاجی ها به سوی مینا حرکت میکنن. بحر انسان، بحر سفید، این ساعت ها در عرفات و در مزدلفه جای سوزنمانی نمی‌یابد. اکنون اینا کیان؟ اینا سپاهی های خدا هن. همه لباسی کفنی پوشیدگی سنت ابراهیم زنده میکنن. اکنون فردای سحر حضرت ابراهیم ای مکه به سوی مینا می روه. حاجی ها مثل یک بحر سفید فردا به سوی مینا می روند. چرا؟ سنت ابراهیم بیدار میکنن. قربانگاه انا اون چارپاهاشون میکشن، بعد از او به سوی جمرات شیطان سنگزنی حرکت میکنن. اسماعیل میگه سنگک بازی کرده، سنگک بازی کرده، از خفای پدر رفته صبر. چو آینه به صیقلهاش پرداخت، چنان که غنچه خود را چمن ساخت. چو ابراهیم بری قربان فرزند، گرفت الماس تیز و بستنی بند. ز مکه جانب مینا روان شد، ز پی فرزند شیرینش دوان شد. چو اسماعیل برفتن بود و در راه، گرفت راهش مگر ابلیس گمراه. مثالی پیر مرد آمده پیش، چو اقرب از برای کردنی نیش. بگفتش ای پسر عظمت چی باشد، کجا خواهی روی فکرت چی باشد. پسی بابا به سرعت می شتابی، توقف کن بده با من جواب. بگو اسماعیل این رفتار و نیکوست، روم همراه بابا جانب دوست. کجا میری؟ گفت پسر بچه امروز دوام از خفای پدرت نو قدی پدرم گفت مهمانی میریم که با هم دوست را کرده زیارت، کنیم در بحر توحیدی طهارت. پدرم قدی گفت زیارت میریم، گفت یک دوست چونه. بگو ابلیس قولی من بکن گوش، وگرنه زهر عزرائیل کنی نوش. تو را که کی می برد بابات سوی دوست، کشد چون میشها از تن کشد پوست. مرا سوی پدر رحم بجان کن، به یک گوشه برو خود را نهان کن. چو گل نورسته طفلی جان غنیمت، کمال عمر بر انسان غنیمت. تو را قربان کند بابا بخاری، نمی گردی خلاص از وی بزاری. ای بچه که به عقل و ساده گو وی ابراهیم میگن وی در راه خدا هیچ گشتگی نیست. رنگی میشوارینگو کلاتگو رنگی چارپا میبره پوست میکنه، ترا قربانگاه برده سیگو گرد. ای عمر غنیمت یاش حیف میشی. بگو اسماعیلش ای پیر رهزن، که فرموده از بابا را بکشتن. پدر کی راضی باشد بر شماله، وزد در باغ او در نونهالی. پدری من ای شمال وزیدن در حق من احتیاط میکنه که وی امر کرده که من میکشته، که وی سپارش داده که من قربانی میکرده. روا دارد بجانش زهر ماره، نمیخواهد به پایم زخمی خاره. که فرموده است او را در بیابان، برای کردنی فرزند قربان. پدرم مرگ از روزی ای گفتو من ده یه پشش این روزی نیست که وی امر کرده که ده بیابانی گرم من قربانی کنم.
بگو ابلیس که شد فرمان معبود، بکن قربانی برای من ولد زود. امر خدای ابراهیم که بچه تا در رای من میکشی. به دستش بند و با یک خنجری تیز، کند آنجا تو را از حلق خون ریز. بگو اسماعیل اندر رای سبحان، دهم صد جان نمی ترسم ز یک جان. به هر نوعی که باشد امری باری، به امری دوست دارم جان سپاری. امری خدا باشه گو یک جان ولی کمه گو 100 جان باشه ما میتیم. ما هممون برادرها فرزندای اسماعیلیم، ما نسل اسماعیلیم. این یک جان هیچه برای خدا. به هر نوعی که باشد امری باری، به امری دوست دارم جان سپاری. بگو ای بگفتا ای پدر پیر است و در راه، به بدخواهی مرا این میزند را. گو بابا گفتا گو یا پیره گو مرا نمونده سای قفای شما راوم، این چخل میشه مرا گردونده سای، مرا نمیمونه به شما برسم. بگو ابراهیم ای نوری دیده، همان پیره که در پیشت رسیده. مگر ابلیسی ملعون است و مردود، بگیر از سنگها او را بزن زود. گرفت 63 سنگی حجاره، بکرد ابلیس را آن سنگ ساره. به هر سنگ بگو ای لعنتی رو، ز قربانگاه عاشقان برون شو. گرفت او راه اسماعیل و 3 بار، برای رهزنی ملعون مکار. مینا جایی هست که در اوج ابلیس وجود نداره. ابلیس سنگسار کرد، از ابراهیم سر کرد. اکنون حاجی ها امروز در مکانی هستند که در اوج ابلیس نیست، شیطان نیست. اونها اکنون فردا به سوی شیطان سنگزنی می روند. حضرت اسماعیل نمون که به مقصدش رسد. اکنون پیغمبرها را این خیل غم داد، ما را میمونه. اکنون فردا مقصد رسید و سحر 10 ذوالحجه حضرت اسماعیل خواب کردن رو به سوی قبله. پیش از قربانی کردن اسماعیل وصیت میکنه. بگفت ای پدر دارم وصیت، شنو عرضم که دارم از تو منت. اول آنکه مکن تأخیر فرمان، مرا کن در رضای دوست قربان. یکم وصیت ممینه پدرگو وزبینه، یعنی یکم ممینه که اکنون فرمان خدا را با عقیف نرانی، تیزتر اجرا کن. ولیکن بند و دست و پای من سخت، که جان از داری فانی تا کشد رخت. مبادای زنم من دست و پای، به درگاه خدا گردد خطای. دست و پای من سخت بند، این جان دادن آسان نیست. گو پدر گفت دست و پای به معنی نزنم گناهگار شوم. شوم چون مرغی بسمیل در تپیدن، بود دشوار جان از تن کشیدن. دیگر آن که به وقتی کار درانی، نگاهی خود بر روی من نمانی. با روی من تماشا نکنی، وقتی کارچه را میگیری گو با چهره من تماشا نکن. بگردان روی خود را ای جگر ریش، ز روی من بپوشان دیده ای خیش. پدر را روی فرزند است شیرین، مبادایت فتد از دست سکیر. با نشوه گفت یکی مهر وزبینی کنه، گفت کارچه دستت غلطه، کارچه دستت افته و فرمان خدا در زمین مونه. بگردد با جناب زودوست تقصیر، رضا باید شدن در کار تقدیر. بگو با مادرم از من سلامی، رسان از سوی این خسته پیامی. مبادای خراشد از غمم روی،
بگیرد زار از مرگم کند موی رضا باشد به فرمانی الهی بلوحی سینش نارد سیاه یا چه سلام گو و از بی نگو با برای من روش و موش نکنه گو راضی باشه امر تقدیر که من خوشنودم از قربانی دوست می نوشی بقا با کشته ای اوست وصیت کنان خوابیده چون میش رضا داده به حکم خالقی خیش عمل کرده خلیل الله آن دم گرفته دست و پایش بست و محکم بگردانی درو را کرد و میران به ذکری تسمیه الحمد می خواند کشید اندر گلویش دشنهی تیز نکردی قدع حلقش تیغ خونریز کارچه میگه دیگر گپی حضرت ابراهیم گوش نکرد میگه حلق نبرید غضب کرده به دشنه غیرت آهنگ بزن آن کارا از قهر بر سنگ به پیشش بود آنجا سنگ خاره بشد از ضربتی تیغش دو پاره سنگ بولک شد میگه اما قرتق اسماعیل نبرید کار در یک روایت میگه سخن آمد که ای ابراهیم وای جلیل ای تو خلیلی وقتی که جلیل گپ زنه من کاری خلیل گوش نمیکنم خلیل یک بار میگه که ببر جلیل 100 بار میگه که نبر اکنون ایما خفه نشو من برای همین نمیبرم این معجزه بود همین حالت بود که در آن دم جبرائیلی پیک سبحان بشد از جانبی گردون نمایان فرو شد از سما تکبیر و گویان به ابراهیم رسانید وحی از دام در این حالت حضرت ابراهیم کارد میران میگه وقتی که کارد میران که آسمان ملکوتی مینار صدا فرا گرفت الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد این صحبت جبرائیل این سخن ابراهیم و سخن اسماعیل علیه السلام که برای ما ایام تشریق گفتن این کلمه ها واجبات ایمان است هر خمید هر بلندید هر پستید هر نماز میخونه این کلمه رو زیاد گوه تا روز سیوم ایام تشریق نماز عصر که از قفای 23 نماز گفتن این کلمه ها برای ما و شما واجب شد الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد اللهم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وانت خیر الفاتحین آمین آمین یا رب العالمین صفار راست گیره و تلفن را خاموش کنه و آماده